به نظر شما تقصیر کیه؟ محمد رضا خان، مریم، آقا عطا، سفیده خانوم، رضا، من، حتی خود شما. پدر مادرها، درگذشته ها، آبا و اجداد، آدم و هوا. شیطون. نمیدونم چی بگم. آخه زندگی فقط همین الان نیست، فردا هست، روزای دیگه هست، بعدن هست. بابا همین گلخونه برای من بس. من گل نمیخوام، خونه سازی نمیخوام. مگه تو نمیخوای معروف شی، پولدار شی؟ پول واسه چی؟ پول برای این که هرچی میخوایم بخریم. تو چقدر ساده ای دختر. خب از پول برای چیه؟ در دعوا. دعوا؟ بله دعوا. چرا؟ تو اصلا میدونی چک یعنی چی؟ بانک یعنی چی؟ دست چک یعنی چی؟ طلبکار یعنی چی؟ کاری نداره که. بانک یعنی چی؟ یه تیکه از اون زمیناتو میفروشی، پول طلبکارا رو میدی میرن. خب بدبختی اینه که زمینا رو فروش نمیدم. پس حتما یکی باهات لجه. با تو لجم، با من لج نیستن. داد میزنی یا هوا میکنی. بابا من خونه سازی نمیخوام، پول نمیخوام. تموم شده رفت. سلام عصر. سلام. خسته نباشی. مرسی. خدا بابا. آفرین کیار. اون ماجرا حل نشد؟ نه بابا، بانکام که بستن و ریختن دم دفتر سفیده. نمیدونی چه خبره. خب کار بزرگ کردن سختی هم داره دیگه. ببخشید دیگه گرفتار کردیم شما رو. این گلخونه کم بود، مهد کودکم درست شد. نه من مشکل خوابگاهم با این اتاقی که اینجا گرفتم حل شد. کلاسامو میرم، کارامو میکنم، تزمو مینویسم. سمیرم خیلی دوست دارم، بهمون حسابی خوش میگذره. بریم که دیر شد. با عزت بریم.
خداحافظ. خدافظ. این پوست برنجام اومده، برو خالی کن. باش. بدو. اینا تحریک شدن. من مطمئنم که اینا رو تحریک کردن. نه اینطوری هم نیست خانم مهندس، اشتباه می‌کنید. من 8 سال دانشجو بودم. میفهمم که فرق بین اعتراض واقعی و ساختگی چیه. واقعی ساختگی بران همه تو لیست طلبکارای شما هستن. شما هم خودتون جزو یکی از اون تحریک کننده ها هستین. چه نفعی بال من داره خانم؟ اون موقعی که دامادتون پولاشو از این شرکت جمع کرد و رفت که منو زمین بزنه، شما باید باش میرفت. هیچ مسئله نیست، با من تصفیه کنید من به برم. سلامت. آقای زرودی صبر کنین. آقای زرودی خون داره میری خانم مهندس، حواستون باشه داره اشتباه میکنی. من تا حالا به خاطر اردوغان گفتم که احترام اینجا نگه داریم. حالا میخواد هر کاری بکنیم الان من زنگ زدم شوهر خانم مهندس ستاخان الان ستاخان ما قبوله. اون اگه چک یک معامله ما قبول داریم. واقعا اون مرد میشی با اون حرف زد. زنزلیل ما. به اونایی که شما رو فرستادن بگین اگه من نتونم تا فردا حساب اینجا رو صاف کنم، دار و ندارم و تو این شهر به حراج میذارم. در اینجا رو تا ابد میبندم تا بشه جز آثار باستانی. بابا آقا عطا اومد. آقا عطا اومد. سلام. سمیر عزیزم ببخش منو، قربون پسر گلم برم. سلام. سلام. تو چرا میخندی؟ حالا یه پیشگو ندیده بودم. هرچی گفتی شد. بعد چی میشه؟ همینو میخواستم بپرسم. اما خانم مهندستون منتظر وکیل خانم جانن که از تهران براشون یه چک بانکی بیارم. درسته؟ همین امشب. دقیقاً. متاسفم. این دوباره زنگ میزنه و قرار میندازه واسه فردا. فردا چی میشه؟ جفت پوچ. هیچ. دست خالی میاد. یعنی طلبکارا میریزن در خونه، سر و صدا و آبروریزی و عمه جان و دادگاه و شرکسازی هم تعطیل. باریکلا. آفرین. مطمئنی؟ معلومه هنوز باور نکرد. میگم شاید یه چاره‌ای وجود داشته باشه. تو عمت دوست نداری نه؟ چرا؟ بار اول میگیم حادثه، بار دوم میگیم اتفاق، بار سوم چی میتونیم بگیم؟ بازی. بله بازیه. رو پله ها نه، نمیتونن ببینن. بله شوهر من بیشتر از کل لوکسامبورگ زمین داره. من رو پای خودم وایسادم و دارم یه شهر میسازم. فردا مگه 100 تا طلبکار بریزه تو خونه من، این واقعیت تغییر نمیکنه. خواهش میکنم اصل حرفتون رو بزنید. امشب چک نمیرسه. مزخرف حرف نزن. یعنی امشب چک نمیرسه؟ افتاد به فردا. یعنی چی فردا؟ من صبح باید پول بدم به مردم. این به بعدش خود ببین، من دیگه بهت نمیگم. من پیشگو جادوگر.
من احتیاج به حاتم بخشی شما ندارم. بیعانه شما مشکل ما رو حل نمیکنه. فردا موعد قولنامه تموم میشه. زود یعنی کی؟ یعنی فردا 7:30 شما دم خونتون منتظر وکیل ما هستین که با هم تشریف ببریم بانک. زنگم لازم نیست بزنه. بانکم نبسته و اینجا. بکش. منتظر میشم. به سلامت. زابط. دیدی کشتنه؟ دستم قطع کرد. من اگه آتیشم بگیرم تو این خیالت نیست. بابا خودت گفتی سرشو گرم کن. عمه جان فردا از چه خبری نیست. پاشین از این وسط. سلام رعنا جون. چجوری که فروش میره؟ بابا ما 2 تا زمین رو رسوندیم پای ما. زود بیا دنبالش. سومی فروش نرفت. سوال نکن دیگه بیا. هم میرسه الان وکیل خانم جان میرسه حل خیال موبایلش گرفتیم باشه. جواب نداد. خدافظی کن بیا. خدافظ. پول زمین بنده خدا ساختن. منمش مال گفت لباس گرم بپوش بیا. بوده پیش خانم جی بوده. آقا شما جدیت خانم مهندس رو به حساب بد اخلاقیش نذارید. بد اخلاقی من اینه که اهل تعارف نیستم. آخه ایشون مردم داری میگن تعارف فرق میکنه. این قضایا رو شما زیادم به دل نگیرین، ایشون حسن نیت دارن. من توقع دارم که ایشون موقعیت منو درک کنن آقای معمار. خانم قبول دارم واقعا جو عادی نیست. اصلا بعضی با شما مسئله دارم پیداست. اصلا اخلاقت خوب نیست خانم مهندس. قبول کن ایشون مردم داره. تو جانم پدر مادر که رای دوره حرف زن. همه سر کار همه. مامان مگه نگفتم پیش بابات بمون؟ کو این عطا؟ اونم بیرون داره با این مردم سر کله میزنه. خب وکیل خانم جان هم اومد. حالا مراسم گرم استقبال شروع میشه. هفته پیش چی بهت گفتم؟ گفتی دست خالی برمیگردی. وقت ساعت 7:30 صبح بلند شدی رفتی دم خونه مشتری زمین آقا عطا که چک بگیری بری بدی خانم مهندس. ما دیوونه است این مردی که 3 ساعت ما رو اونجا کاش خبری نشد ازش. آخه اون اصلا تهران نی. اون یه زمین مرغوب‌تر پیدا کرده، اخیر بیانیه‌ای هم که به آقا عطا داده گذشته. الانم با پول نقد اینجا نشسته. ببین آقا من خسته شدم. شما این چه نونیه برای من تو دامنم گذاشتید؟ شما دشمنتون بیخ گوشتون نشسته. هی برای خودتون برای چی قصه می‌بافید این همه؟ بله اون مگه می‌ذاره شما به زمین برسیم به پول بریزیم؟ اون که بابا کار یه دست من بر نمیاد. حالا من خسته شدم. من از ساعت 7:30 صبح تا 10 صبح زنگ خونه ایشونو می‌زدم هیچ خبری نشده. چرا خبر نداری؟ اگر شما رو نمی‌شناختم فکر می‌کردم شما مقصر باشین. من بله شما میدونی مشتری زمین شما رو من کجا دیدم؟ میشه ممرزا مزخرف نگو. راست میگه. رفیق قدیم جناب عالی با کمال وقاحت جلو من گرفته و مشتری با پول نقد در بنگاهش نشسته بوده. اون معامله‌های قبلی هم ایشون به هم زده برای شما. نمیخوای تکلیف این مرتیکه رو روشن کنی؟ با تو هم. ای بابا باش کار نکن، معاشرت نکن، سلام علیک نکن. الانم برام کتک کاری کنم. تکلیفش خودم روشن میکنم. سفید چی کار میخوای بکنی؟ همون کاری که تو باید بکنی. سفید خانم سراغ این آقا نرین دیگه. سمیر چی شد مالک این زمین صاب مرده؟ حتما نمیخواد بفروشه. نیومده عجب فیلم بنوشه. چی میخوای از جون ما آقای محمد رضا؟ چرا دست از سر من خانواده‌ام بر نمیداری؟ تو کاری جز ضربه زدن به ما نداری؟ چی میخوای؟ من واسه این مرد کیسه ندوختم خانم مهندس.
این پسر بهترین رفیق منه. 6 ماه با سمپاشی نذاشی ما یه قطع زمین بفروشیم، خب نذاشی. یعنی چی جلو راه وکیل ما رو میبندی؟ توهین میکنی، مسخره میکنی، بازی در میاری، دنبال چی هستی؟ وقتی از اطراف تهران بابای اینو من از کشاورزی و باغداری برشم آوردم سلسبیل واسش خونه خریدم و راه شمال بهش یاد دادم، آقا عطا اینقدر بود. این قصه قدیمی رو خواهش میکنم بریزید دور. بابا خب بذار اونم حرفشو بزنه دیگه عزیز من. قربونت برم بابا، اون حرفتو زدی، اونم حرفشو بزنه دیگه. من به خانواده تو خدمت نکردم؟ اون ممرزا یادت رفت؟ تو کوه کمر با پدر مادر خدا بیامرزت نمی اومدی؟ نمیدیدی سنگ برمی داشتم پرت میکردم به 5 تومن 10 تومن براشون زمین میخریدم؟ پورسانتشو گرفتی. میگم من واسه این مرد کیسه ندوختم. داد نزن بابا، داد نزنین، جون هر کی دوست دارین داد نزنین. تنها چیزی که منو میسوزونه نمک نشناسیه. کی وقتی زن این شدی زنگ زد به خانم جان بلنشین بیاین شمال بالا سر ملک و املاکتون وایسین چون عطا ساده است؟ کی تو گرما و سرما وایساد اون خونه رو ساخت؟ کی اون گلخونه لعنتی رو مفت واسه شما خرید؟ اون وقت حالا شما و خانم جان دست به دست هم بدین پای منو از زندگی عطا ببرین، هیچ رفاقت ما رو هم قطع کنین؟ حالا حق دارم بگم پدر مادرت شانس آوردن دومادی تو ندیدن؟ من نفهمیدم بالاخره حرف حساب شما چیه؟ اتفاقا خوب فهمیدین. خوب شما نمیتونی منو از این بازی بیرون کنی، ولی خودم اگه دلم بخواد میرم بیرون. الانم میگم این بازی تموم شد. تموم. بیا بیرون آقا جون. بیا بیرون. تو پول داری، هر جایی دلت بخواد میتونی بخری، هر زمینی هم دلت بخواد میتونی نخری. آقا من واقعا شرمنده، نمیدونم از دست محمد رضا خان چی بگم واقعا. حرف اضافه بزنی یه روز قولنامت گذشته 20% میاد رو مبلغ. خودت هم خیلی خوب تمومش کن محمد رضا جان، تمومش کن خواهش میکنم. آقا تو ببخشید قولنامه همراهتونه؟ بله بله. آها عجب عقلی کردیم اینو آوردیم. بالا ریش چی دست خودتون دیگه. بفرمایید. اذیتمون می‌کنی آقای خدا من شرمنده‌ام، باش تقصیر محمد رضا خان همه ما رو فیلم کرد. هر کی چک داره، سفته داره، سند داره بیاد برسه. دست ما در نکنه که مسئله حل کنه. چی شده؟ هیچی داداش، مراسم آشتی کانونه به صرف پول نقد و چک بانکی و چک تحویل. آقا رضا چی شد؟ تهران مستقیم میری دور میدون دست راست. مردی؟ کجایی؟ علی دیگه داری کفر منو بالا میاری یا؟ خجالت بکش، خواهرته. اون داره میاد تو داری میزنی میری بیرون؟ میدونی من چقدر بهش اصرار کردم حاضر شده را بیفته بیاد؟ واسه چی؟ واسه کی؟ واسه من؟ واسه اون؟ واسه خوده؟ چی میگی تو اون بالا با خودت فش و پوش میکنی؟ چی میگی تو؟ دارم میگم مثل آدم داشتیم زندگیمونو میکردیم. با چی زنگ زدی مریم تو هیروویر بلنشه بیاد اینجا؟ کدوم هیروویر؟ دایی دست بردار دایی.
یعنی تو از تخم مرغ و سیب زمینی پخته و املت و کالباس و سوسیس و این کوفت و زهر ما رو واقعا خسته نشدی؟ اختیار دارین دایی. شما میخوای روحت شاد شه. مریم میبینی یاد خواهرت میفتی، یه فاتحه میفرستی، بی خود غذا رو بونه. بلبلی داری میکنی ها؟ چیه؟ هنوز اتاق نگرفته میخوای بندازمت گوشه ایوون؟ مثل آدم ها انسان باش، عاطفه داشته باش. سلام. بفرمایید تو دیگه. چیه؟ هیچی. خب بگیر اون ساکو ازش بچه. خیلی ممنون. ناراحتی برگردم. نه بابا اصلا تریبی یه چیز دیگه. نیومده شروع کردین؟ اب بابا جدایین، اما مادر که خدای نکرده یکی هستین. برو بابا جون، برو هر جا میخواستی بری برو. به جواب سلام طلب ما. خوش اومدی. زله کرده منو این پینوکیو، زله. بیا تو. زن نگرفتیم ناسلامتی، اسارت نکشیم. واسه چی گفتی من بیام دایی؟ حالا چرا اونجا خشکت زده؟ نه میخوام بدونم. یاد آبجی میفتم روحم شاد میشه و اینا که نیست. الهی دایی برات بمیره خانومی. بیا عزیزم، بیا برو بشین اونجا یه ذره گرم شی. بیا. معلومه دیگه، باز گند داره از در و دیوار بالا میره، رخچرکاتون مونده، نونتون کپک زده، فریزرتون خالیه، واسه همیناست دیگه دایی. بیا دایی فعلا بشین یه دونه چایی بخور داغ بشو. تاجاتون راه نیفتاده هنوز؟ با ورسته درگیریم نمیشه دستت بهش دیگه. پس هنوز صاحب نشدی؟ دیگه آخرش رسید به دمش. خب یه خورده از خودت بگو دایی. چی بگم؟ خسته، بی‌حوصله، بیزار. سایه بالا سر نداری؟ چی میگی دایی؟ سایه بالا سر. سایه رو باد برد. مایه کجاست؟ از مایه بگو. باریکلا دختر، آفرین. اینه دیگه، امروز اینه. امروز اینه، دیروز این بوده، فردام همینه، همیشه همین بوده دایجون. حالا دیگه میشه با تو واقعا حرف زد. Yeah. Shonda Paul, so me go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know the time it is getting jet. Need a lot of trees up in my head. Got a lot of them in my bed. Shonda Paul, so me go so then. Well, I know flicker girl, them on the road, them got the goody. از اینا میشه استفاده کرد دایی؟ آخه اونا به درد نمیخورن دایی. میشه یا نمیشه؟ اگه تو بخوای همه چی میشه. سلام بر مرد شماره 1 آقای داوودی عزیز. تو بشین پای آتیش کاری نباشی. بیا مرد در بکن. بودو. بیا. میگن هدهد خوشخبره. ای هدهد خوشخبر بگو. را برس. مانی خانم مهندس تو شانسه. بابا خودت گفتی خبر خوش دارم بیا. خبر خوش بیا. برو دارمت. سلام. حال شما. ببخشید. بابا ندا رو بده.
بیا. چیه؟ چشمندیه؟ کیمیاگری، تبدیل کاغذ به طلا. طلا؟ معدن طلا. تو زمینای ما؟ خود زمینا. چی میگی؟ گوش کن. بگو. با توجه به نیازهای منطقه و ضرورت رونق امر اشتغال با تغییر کاربری زمینهای منطقه جعفرآباد که در شمال گرفتی؟ مریم نیست؟ ای بابا اصلا مریم؟ یادم رفت. آره مریم خانم عزیز دل دایی سلام. معرف حضورتون هستن که بله شناختمشون. منم شناختم ها، ولی نمیدونم یهو چی شد، فکر کنم باورم نشد. باورگیشون یهو آخه. جدی؟ آره جونتو. خب بیا یه نگاهی به این بکن. میکنم بس. خیلی خوشحال شدیم ها، خیلی. اوه میخوام برم دستشویی. برو. عجیبه بابا، یه سر، یه صدایی، یه بوقی، یه آژیر، یه ندایی، هیچ. یا تاپ توپ چپ تاپ. چی شد؟ آقا ممرزا اومد. این همون موقع ها میخند. شما هم همینطور. اصلا عوض نشده؟ نه. شما هم عوض نشده؟ حالا نه جدی، چند وقته؟ چقدر شد؟ چی؟ از اون آخرین باری که همدیگه رو دیدیم چند ساله؟ اصلا یادتون هست کجا بود؟ آره خب مهمونی خونه من بود دیگه. درسته. یه قولی از من گرفته بودین. قول؟ آها خانم، شما قرار بود وایسی نری من خودم برسونمت. آره پس چی شد یهو غیبت زد خانم ها؟ خب دیگه گیجیا من که بهت گفتم خدافظی کرد رفت، یادت نی؟ درسته، اینم بود، راست میگی، گفت. آره آخه تو گفته بودی یه حرف مهمی داری. منم گفتم اول باید با دایی بزنیم. سرت کنندی بلند. خب چرا سر پا بایستتون؟ بفرمایید بشینید. آقا گرم شد چیکار کنیم؟ خب درار کاپشن تو بشین، منم ولو میشم. چشم. همینجا خوبه بشینم دیگه. آره بفرمایید. ببخشید. آیا بابا این چیه؟ اینو ببرش. مراقب باشید. چیزی نشد حالا؟ نه فکرم. لعنتت کن. دست شما درد نکن. آهانده چه خبرته؟ دیوانه شد باز. موبایل شما ساقطه. آها آره راست میگه، موبایل منه. ساعت کجا گذاشتم؟ کاشه نیست. نه زیر تو نیست، از زیر تو. جورابمه نگاه. بابا شوخی میکنه حالا. تو کاپشنتونه. آها آره. سر کاپشن. بابا غلامبش هست خودش. چی بستی داره؟ الو سلام. آره باز گمش کرده بودم، ببخشید. چه هیجانی بابا، دنبال موبایل میگشتن. نه بابا هیچی نیست. چرا؟ چیزای جالب هست ولی خب ببین اینجا یه نفر هست جعل سند میکنه، ما خفتش کردیم. آره خفت مگه بده؟ حالا باز تو شروع کردی. حالا نمیگم خفت، الان نمیام، ولی ما الان دورش کردیم میخوایم پدرشو در بیاریم. ببین باز تو داری میونه ما رو به هم میزنی ها، همه چی رو خراب. الو آخه الان الو ای بابا آدم تو شهر سگا گربه یه شل بشه زنزلیل نشه. پرت و پلا نگو بابا.
مریم خانم بعد زن و شوهر حرف شنوی داشته باشن اصلا هم حرف هم دیگر رو گوش بدن. بوشوره بارو بابا. خودت بدو که الان جریمت نکنه دیر کردی. شما به حرف دایی گوش نکنید، میره رو اعصاب. اصلا رنده سنباده دیرتون نشه آقا عطا. نه داداش دیر نمیشه. خب آقا خیلی خوشحال شدیم. مریم خانم خیلی خوشحال شدیم. شما هنوز هستین که؟ هستن، بله هستن. بفرمایید جریمه نشین شما. من چجوری میگی؟ ببخشید دیگه. خیلی خوشحال شدیم. با عزت. به سلامت. کلاش که جا موند 70-80 میلیون مایم اصلا یادش رفت. از ترس خانم مهندس؟ اولش از ذوق تو، آخرش از ترس اون. نزن دایی، نزن، یه حرفای خطرناک نزن. ببین رفاقت منو رضا نداره ها. چی شد؟ هیچ، یه فیلم جدید. عجب ناکسی بوده. جل امضا اعتراف کرد؟ اعتراف؟ نه یعنی چرا؟ نه نمیکرد هر دوش، یعنی بینابین. میگم ناکسا پر رو. من که من اصلا دستم بهش نخورده. خودکار چی آقا؟ در سوخته. آره آقا من بودم. چی میگی؟ حرفت چیه؟ همین جوری که بهت میگم. چه خبر بود اونجا عطا؟ کجا دیگه؟ اونجا چه خبر بود؟ اونجا دیگه همین دیگه قوقایی بود. فوش میدادن، فوشای رکیک نه اصلا جلو من روچون نمیشه. در حد همین اولاغ و احمق و دروغگو. آره مثلا دروغگو یا حرا. سلام آقا عطا، شهرنده خانم مهندس. این ولکن ما نیست. بیا بابا جونم آقا عطا، هر چی میخوای بگی برو بگو. من تو رو میشناسم، باباتو میشناسم، نونمک تو خوردم. خب اصل مطلب رو بگو. ببین من جعل امضا، جعل اسناد، جعل اسکناس همه کار میکنم، اما دست من پیش شما بالاست. شاکرم. ولی خونه آقا محمد رضا غریبه بود. من گفتم شما میمونی، اون میره، اون موند، شما رفتی. خب دیگه کار واجب پیش اومد. خانم خواهرمه، خودت سرورمی، از سرمو تا سر آدمیزاد، هم واسه خودت هم واسه خواهرم هستم. تعظیم میکنم، رخصت میخوام. خواهش میکنم راحت باش. بفرم. آقا مرسا در ماشین منتظر باش میام. چی گفتم؟ عیناً. اینا کیان مرزا دنبال خودت را میندازی؟ فداییان شما قربان. ضمناً ورقه تغییر کاربری زمین یادت رفت. با یه دونه تلفن شما 70-80 میلیون مایه از سرش پرید. بفرمایید. ضمناً حضرت عالی فراموش نکنین که اگه قراره با هم کار بکنیم که قراره وسط جلسه با یه تلفن این علی ورجه بلند نشی بپری اینور بپری اونور، بعدش هم بگی خداحافظ سرتون پایین بری. ببخشید خانم مهندس، سرزده مزاحم شدم. سلام به خانم بزرگ برسونین. تو هم پسر گلتو ببوس. سایه عالی مستدام. خوش اومدی. سپیده تو واقعا بعضی وقتا آبرو آدم رو میبری ها. آبرو؟ آره دیگه میبینی که پیش این آقایون؟ پیش اون خانمه؟ بابا جان من 100 بار بهت گفتم نمیخوام کار کنی. خب آخه من دوست دارم کار کنم. تو خود هزار تا کار میتونی ظرفا رو بشوری، لباسا رو تمیز کنی، ظرفا رو بشوری، تخت رو صاف کنی، مبلا رو جابجا کنی. باشه اون کارا رو میکنم، ولی کارم میکنم تازه پولم در میارم. من بهت پول میدم، حقوقم میدم، هر چی بخوای. خب من که از تو پول نمیخوام. از تو چی میخوام؟ من از تو اون خنده های خوشگل تو میخوام، اون صدای قشنگ تو میخوام، اون آواز خوندناتو میخوام. بابا رفت. آره دیگه چند وقته میره، هنوز عادت نکردی؟ بعد عادت کنم دیگه. آره دیگه قرار گذاشتیم دیگه. بابا جان
بابا بعد بره پیش عمو محمد رضا. بابامو عمو محمد رضا زمینا رو بفروشن که ما سفیده که انقدر زحمت میکشه لنگ نباشه. چه کشور نگرده. آفرین. نازنین بگیری من خاطر خاطر حالیته آره من عاشق جفته چشتم. سلام. اینجا صاحب خونه فکری که این دختر اوه سلام. سلام. سلام مریم خانم. سلام. ببخشید. چرا از کرسی استفاده نمی کنی؟ نه بابا نه اصلا ببخشید خوبه. چرا؟ نه شاید خاطر خوشی از کرسی نداریم. نه بابا کرسی عالیه عالیه. میری قشنگ ولو میشی زیر لحاف و قشنگ تا اینجا میکشی بالا تکیه میدی به پشتی گرم بیرون سرد برف میاد وای خب شما هم ولوشین. یه وقت دیدین برفم اومد. نه بابا کار داریم بدبختی. یه تپه 2-3 هکتاری دارم طرفای رامسر اونورا. مرزا میگفت مثل این که ریختن اونجا رو تصرف کنن. نمیدونم چیه؟ هیچی. هیزوما رو میخوام بذارم تو شومینه. آها خیلی خوب. بعد اینا رو بدیم من نگه دارم. نه زحمت میشه. نه خواهش. کجاست این دایی محمد رضا؟ دایی زنگ زد تو راست. الان میرسه. مسئله نیست برسه. کاری نمیکنه. ولی خیلی عجیبه. خیلی چی؟ اومدم اصلا فکر کردم اشتباه اومدم. خیلی خوب شده دستم درد نکنه. خواهش میکنم. زنده شد خونه. بله. از شوفاژام استفاده نمیکنه. چیه؟ اینا رو به من بده. آها خب نه باشه من راحتم. بده به من کار دارم. آخ نه. مادر من یالا از سوار دختر خان زن علی اوسط ملاک بزرگ. بکن با این وضع میبست دور گردنش صبح تا شب پا به پای کارگر رعیت کار میکرد. اینه خدا رحمتش کنه. خب این که خیلی خوبه. از بس که خسیس بودم. اون پشت بودی تو؟ اون خودش کار میکرد برای اینکه پول یه نوع کارگر رو نداد. قناعت روستاییه دیگه. باباتم همینطور. باباتم کاری بود. تو یکی رفتی یا نمیدونم. کرسی خاموشه؟ نه. به روشن. داغ دایی. جانم جان. من نمیدونم برو ببین. اینو بدین برم.
دایی به ایشونم تعارف کنیم بهشون. نه بفرمایید. نه اصلا صحبتش هم نکن، کارت قرمز داره، پیژامه، کرسی. ای خانم مهندس بفهمه، وای 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 وای. من نه تو حالا یه ذره از صحبت‌های خانم مهندس رو برای ما بگو. چی؟ صحبت‌های خانم مهندس دیگه. ولکن بابا. جان من. دست برداره. جانم من. جان مریم. بابا قسم نده دیگه. چرا مگه حرف بدیه؟ بابا چیز خاصی نیست خانم. آهنده برار، آهنده. لایف استایل، سبک زندگی. کرسی، چارزانو، ستار، کوچه باغ، چشمه. لایف استایل. اونور شوفاژ، سرپا، گیتار، اتوبان، جکوزی. ریتما جداست. کرسی، شوفاژ، اگزوز، موتور، ماشین، هواپیما، جت، سفینه، ماهواره. لایف بخشید مریم. خوبه راضی شدی؟ بیست یا آبرو مارم خوبه؟ رضا اینجا چی کار میکنه؟ رضا کیه؟ رضا فامیلتون دیگه، مأمور خانم مهندس. رضا؟ بیا به چه زیر، بیا به چه زیر، بودو دیگه، این چه زیر. اوه ماما رضا کفش عیب نداره، حرف بزن دیگه. چی میدونم، مثلا با اینو که من از زمین رو غصب کردن. سلام آقا. سلام. سلام آقا رضا. دعوا بیخواد. چه خبره؟ نمیدونم دایی مهمون دارم. من زانوهاتون رو خورد میکنم، میندازمتون بیرون. کفشم فکر کنم سوخت. من هیچی نگو. به درک. من هیچ ربطی نداره. میام، زودترم میام. چی با بیل تو سر من؟ با تراکتور میام رود. همین برنامه آینده. بله به زودی. چرا میترسم قطع میکنم؟ تلفن چرا پرت میکنی؟ ترسید بابا ترسید. عطا چی شده؟ من تا حالا تو رو اینطوری ندیده بودم. آدم یه روی سگم داره دیگه. تو هم حالا اعصابی داریم ما به خدا. این همون زمینیه که خانم مهندس واسه خاطر پولش نشسته. آره. بله. چی کار کنی؟ مایش یه مسافرت 2-3 روزه است که من و تو و عطا بلند شیم بریم اون بالا، یه چرخی ول بدیم، تحتوشو در بیاریم، همه چیزو برگردیم پایین، اون وقت با سیاست کنده‌شونو بکشیم. بی خود پای رضا رو واسه چی میکشی وسط؟ به تو چه؟ دامادشونه. بعدم تو خودت پایینو کشتی وسط. بابا اشکال نداره، یه مسافرت 2-3 روزه است دیگه، میریم برمیگردیم. بله. خوشم میگذره. آقا اولا که این آقا اینجا مهمون منه، هیچ کار دیگه ای هم نداره. در ضمن ماهی نهار امروز هم آقا خریده. چی داری میگی حرفا؟ بیا مریم، بقیه‌اش از خودتون بوسه. کته گذاشتی؟ رو چراغه. پس بنابراین رضا رو وارد برنامه‌های در آینده و به نزدیکیتون نمی‌کنی. بابا علی من برنامه مسافرت ها هستم. ویو منظره 20. ایوه. من اول میخواستم تو رو ببرم، منتها خب مریم تنهاست دیگه. خب نمیشه مریم خانومم ببریم؟ چرا؟ اتفاقا اونجوری خیلی هم بهتره، میشه برنامه خانوادگی. بچه خوابی؟ خیلی وقته. خب بده ببرمش. چیه عطا؟ بگو. نه ولش کن. عطا بله بگو. من آمدم که بشنوم. این بچه 2 سال دیگه باید بره مدرسه. خب بیا این ساختمون پاختمونا رو یه جا رد کنیم بره. خب پولشو برداریم بریم دور دنیا، بگردیم و ببینیم و بگیم و بخندیم و حال کنیم. همین بچه تا هنوز اسیر درس و مشق نشده یه چیزی ببینه. اما چی شد؟
تو آخر منو میکشی. باورت میشه دیگه. شوخی کردم بابا، شوخی کردم. کجا بریم از اینجا بهتر؟ اینور دریا، اینور جنگل، کوه، آسمون آبی، هوای صاف، آفتاب اینجا رو کجا داره؟ کجا بریم از اینجا بهتر دیوانه؟ ما با هم قرار گذاشتیم عطا، برنامه ریختیم، قول دادیم به هم. اونجوری که قربونت برم. ما الان باید اونور دنیا منتظر بچه سوممون باشیم. یعنی من قراره دیگه بچه دار نشم؟ نه بابا خدا نکنه. عطا باز قرار شد تو یه کار انجام بدی، بری با آدمایی که زمینای پدری تو تصرف کردن 4 کلمه حرف بزنی. ای داده بیداد. برای که نری 2 روز تا این بغل و برگردی، 2 سال بریم دور دنیا و بگردیم و بخندیم و حال بکنیم و چشم تسلیم. وای سفید تو چقدر منو میشناسی. آره بازم زدی تو خال. من باید از این پیله تنبلی و ترس هم دیگه، تو هم میدونی. فردا میرم اونجا با سیاست همچین کنده‌شونو میکشم. چی درست کنی؟ بزرگ. کجا؟ خونم جا نداره. کجا؟ تو چمنه های آفتاب. آفتاب میزنه، برق میزنه. خب بعد دورش چی باشه؟ دورش از این شمشادهای طلایی بلند بعد بقیهش گل باشه، گل پونه، گل روز، گل نرگس، گل مریم. گل مریم. بعد چجوری میخوای این گلا رو آب بدی؟ اون خونه از اینجا میاد به اون بر میره، از این بر میره به اون بر میره. آره خوش باله دیگه، لازم نیست شلنگم بگیری دستت دیگه. خب بعد درختم داشته باشه؟ درخت میوه، درختای پرتقال کوچولو، پرتقال گنده ها، انارا. بعد وسطش چی باشه؟ وسط یه دونه سرو بلند برسه به نوک کوه، هم نوک کوه بره بالاتر، برسه به آسمون رو ترک بزنه. بعد رعد و برق میشه، بارون میاد، بعد نمیذاره درخت سر بیاد، همون بالا دریا میشی و میبینی اینه ماهی گونده
بعد مثل سفینه. بعد دوتایی با هم سوارش میشیم، میریم بالا تو آسمونا، بعد مثلا ماه تشنشه بهش آب میدیم، بعد مثلا خورشید گرمش شده فوتش میکنیم، بادش میزنیم، بعد میریم تو ستاره ها. میدونی من بزرگ شدم میخوام چی کاره بشم؟ چی کاره بشی؟ میخوام خلبان سفینه بشم. خلبان سفینه؟ اوه خوبه. بعد سوار میشیم دوباره میریم آسمونا بین ستاره ها، بعد بازی میکنیم، بعد با هم آواز میخونیم که همه دنیا بشنون. بگو آخه واسه چی پیشم نمیای خوب من، مگه دوستم نداری منو نمیخوای خوب من. کجایی؟ نگاه کن، در و چهارتاق باز گذاشته رفته. چرا در خونه بازه؟ ها؟ چرا دم سگ درازه؟ چرا گل روی پرده سرخ و سفید و زرده؟ لای 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 لای. نه مثل که یه اتفاقی افتاده، باید برم پاسگاه. سرکار استوا میشه من بیام داخل؟ ببخشید. آخه سلام علیکم آقا، شما خیلی زحمت میکشید. قربان این خانم ما دیشب از منزل خارج شدن. سلام. خطاب مرکز، سوژه مورد نظر پیدا شد. تمام. تکون نخور. زود باش بچه، این آب داره حروم میشه. اسب کالسکه من کجا؟
عطا، جان عطا، میدونی چقدر خوشحالی تو به من امید میده؟ جدی؟ آره. چه خوب. نمیتونم شوهری بهتر تو تصور کنم. عطا، یادت اولین کلمه‌ای که به من گفتی چی بود؟ میمیرم برات. آره، ولی هیچ وقت اینطوری نگفته بودی. آره دیگه، میمیرم برات. میمیرم برات. میمیرم برات. خیلی ماهی تو. وای خدا. من زن خوشبختیم. عطا، جان عطا، تو چی؟ من خوشبختی؟ مرسی. که بابامون جای واسمون چند تا طلبکار گذاشت اومدن فرش زیر پامونم بردن. اون وقت آقا عطا هکتار بهش زمین ده. پول داره دیگه، خوشه. بابا عطا اصلا نمیفهمه پول یعنی چی. حق داره رضا جون، حق داره، از داره. وقتی اختیار مالتو نداری یعنی نداری دیگه. وقتی 50-60 سند به نوبت یعنی اختیار داری دیگه، داری. اختیار. خانم جان اومد گفت تمام اسناد مدارکتون رو بذارین توی صندوق با 2 تا قفل. یک کلید دست عطا، یک کلید دست سپیده. عطا بعد چند روز اومد گفت بیا این کلید دست تو باشه من گم نکن. هر حال خیار مهمه که خیال شاید هر موقع بخواد میتونه خرج کنه. عطا اصلا فکر این چیزا نیست. اصلا فکر این چیزا نیست. پس فکر چیه؟ حالا از عطا چک گرفتین؟ آره یه چند تایی داریم گرفته. دست خطش هم دیدین؟ دست خطش هم میدونم با اون جاش فرق میکنه. سپیده جون در گاف صندوق باز میکنه، دست چکو ور میداره، مینویسه، پاره میکنه، میده آقا عطا امضا میکنه، دست چکو میبنده تو گاف صندوق، قفل، کلید، تمام. پس بهتره بهش بگیم عطا گدا. نه، عطا درویشه. نه دنبال پوله، نه دنبال تجمله، نه دنبال لباسه، نه چشترونه. با صفا، با حال. درو به من درو با کن بیام. این چقدر راحته، اصلا انگار هیچی پات نیست. آخه هوله دست درد نکنه. من خودم بگی بشین من خودم ای بابا
صفحه بگو بذار. آها خیلی تحویل. خیلی خوب. حالا دیگه بگیر. راحت. چی شد؟ چای تو با خورما هم بخور تا من بیام. تو کجا میری؟ میخوام برم غذا رو آماده کنم. آها نهارم هست. همه جور میشه. بخوریم دیگه. آره پس چی کار کنیم؟ آره بخوریم دیگه. بخوریم. بکش. من بکشم. نه من خودم میکشم. یه وا چی داری میگی؟ شانا پاول سامگا سالن تو بکش. خیانت عطا؟ تو جن نباشی آدمی زادم نیستی. هر وقت اینطوری میخندی یه اتفاقی واسه من میفته. چه مرگته باز؟ نقشه کشیدی، شکار کردی، شکار بزرگ، شاه ماهی تور کردی. بیا بیا ببین چه خوشگله، ببین چه خوشمزه است. بیا آتیش زدم به مادر. اون دبه رو فوری بذار زمین، برو بالا تو لونت بگیر بکپ همین الان. باشه باشه، فقط اینو بدون که از اون عطا هیچی نمیماسه. کور خوندی دایی، اون عطا ماشین امضای خانم مهندسه. پیش خودت فکر کردی دستخط چکای عطا معلوم حسابدارشون؟ آره اشتباه فکر کردی. بیشتر فکر کنی، بیشتر مطالعه کنی، بیشتر جستجو کنی، شما هم حتما میفهم. به باد دادی، به باد دادی رفت. مگه مشکل نداری؟ مگه نمیخوای مشکلت حل شه؟ عزیز من تو یه چک 20 از یکی بگیر، من خودم پشتشو امضا میکنم. پس صبر کن تا فردا صبح من خودم دست چک بگیرم. بابا من که میدونم تو آدم آبروداری هستی. گوشی تو میتونی واسه فردا صبح یه چک 800 تومن من بدی، صبح خودم بریزم به حسابه؟ چک؟ آدم زن و بچه دار محترم، الان هم تو کلانتریه. من آخه الان گوشی شانست زده انگار. فردا میتونم. مرد حسابی فردا کدومه؟ خب یه دقیقه برو، کجاست مگه؟
خونه. خب تو اونجا که 10 دقیقه رو بیشتر نی. نه بابا کلید و قفل و زار و زندگی و اصلا. زار و زندگی چی؟ آقا کلید دست سفیده است، سفیدم شهرکه، باید برم شهرک. ولی خانم جان خونه نی. کلید خونه رو نمیگم، اون که رو سویچه بابا. من الان بهت زنگ میزنم. کلید کجا په؟ گاف صندوق. آقا تو میخوای یه چایی هم از شما بیارم این قندو بهت مزه کنه؟ دست درد نکنم. باشه. پس این چکایی که دست خطش با امضا فرق میکنه دست خط سپید خانومه دیگه. آره بابا، همه چیز انداختم گردنم، خودم آس و پاس راحت. اگه یه جوری میشد بنزینم مجانی میشد که دیگه اصلا دستم با اسکناس تماس پیدا نمیکرد. اینو چرا انقدر درست شکستن قندا رو؟ برای اسب خوبه. باشه چشم، بدی مقصود شما یه دونه قندون ریز بشکنم. صرف جویی هم هست آقا. چرا بی خودی ریخت و پاش؟ ریخت و پاش کرده دیگه. حتی 2 دقیقه هم بگی نمیذارم. مگه گونی اصفابانی هم منو ول میکنی اینجا میری؟ من این همه دارم برای تو جون میکنم، باباتم، همبازیتم، اسب ابلغت میشم، اینجوری با من حرف میزنی؟ تو داری چاخه میکنی، من چاخانه تو رو گوش نمیدم. هم خیلی از کار فرار کنی. دیگه داری میری رو اعصابا. برو کنار بینم. بیشیم مینه ما. اگه راست میگی حرفا رو برو به مامان بزن. جلو نیا. طرف من میگه داد و ماد و جیغ و میغ و دوام و موام و یقه و مقه و ولم کن. ولم کن. نمیفهمی من چی میگم؟ ولم کن. ولم کن. ولم کن. ولم کن. حسایت میرسم در میری؟ مگر دستم بدون رسرن. حالا به این دنیا دست چیه؟ اذیت میکنی منو؟ درستت میکنم. من امروز ضعیفم واسه روشن میکنم. چه خبرته چیه؟ این کارا چیه میکنی سمی؟ خسته شده از دستت. یالا زود باش. پولای منو بده. لازمشون دارم. میخوام یعنی اینکه چی میگی تو؟ کدوم پول؟ رفتی تمام پولم و دست چکم و باید گذاشتی تو گاز صندوق. خب دست چک میخوای چی کار؟ بابا دست من که نیست. دست پلیسیاست، دادگاهیاست، بانکیاست. خب من نمیدونم. وقتی که من نمیدونم تو باید به من بگی دست چک برای چی میخوای. عجب بابا، من از دست این دختر چی بگم؟ چی بکشم از دست این دختر؟ آخه مگه من ای چی وای. گفتم که اینجوری میگی؟ یک کلمه پرسیدم میخوای چی کار کنی؟ شاید تصادف کردم. میخوام به یه دونه ماشین خسارت بدم. تموم شده رفت. مگه کارت بیمه نداری؟ چک به چه دردت میخوره ها؟ بابا وقتی میخوام یعنی میخوام دیگه. بابا جون ما با هم قرار گذاشتیم، به هم قول دادیم آخه. اصلا میخوام قولمون رو به هم بذارم. برو دیگه، دوستت ندارم. اسمتو نمیخوام بیارم. ببخشید بازی ها. خب منم دارم بازی میکنم دیگه. بازی میزنم بازیه. تو سر من داد میزنی بازیه ها؟ بله بازیه. خب اینم بازیه دیگه. ببین چه عکسی گرفته ازت. وای دستت درد نکنه عطا، چه قشنگه. کیفیت عکسش از مال من خیلی بهتره، خیلی خوب. بازی داره. کی شده که حالا بخواد بشه؟ خب تو چی کاره این وسط؟ چی میخوای بشنوی؟ یه ضعیفه یه بدبخت اینا رو میخوای بشنوی؟ یه اسیر؟ آقا اسیری گفتی و کردی کبابم. چه اسیری هستی که حاضر نیستی 2 هفته مرخصی بگیری بری تهران نزدی؟ چی از جون من میخوای دایی؟
این پسره الان داغه، حالیش نیست. 2 هفته که نباشی اون وقت میفهمه که چیکار باید برات بکنه. من نمیخوام اذیتش کنم. این چیه؟ میگی دست. اینجا کفشه، اینا خطاشن. به همین واضحی فردا، پس فردا، پس این فردا کفن و دفن و ختم و 7 و 40 و سالتو میبینم. هیچ کس و هیچی هم برات نمیمونه. چی میمونه برات؟ یه مش چین و چلوک و پلیسه دور چشات، روی پیشونی، زیر گل و گردن. ای کدو قلقل زن، ندیدی یه پیر زن؟ خداحافظ دایی. بای بای ماریا. بهتر شما هم اینجا نمونی. تو تنها داری بازی میکنی جوجه. خیال برات داشته این بازی 2 نفر است. بهتری یه ذره ازش فاصله بگیری، بذاری با دنبالت حقتو بگیری. دست از سرم بردار دایی. بمیرم. دوست داری ادای تازه عروسا رو دراری؟ ولی خودت میدونی یه عروسکی، یه عروسک با لباس محلی که کلفتی هم بلده. این عروسک محلی دیگه اجازه نمیده بازی گردون شما باشید. بهتره خودتو سنگ روی یخ نکنی دایی. الان هر روز میاد، 3 ماه دیگه یه روز در میون. سر سالم که میشه کی بود من نبودم. مالمه، باغمه، فروختم. عروس خانوم سند داری؟ اجاره نامچه داری؟ پس چی داری؟ یه چمدون لباس جمع کن و بردار و بزن به چاک. کجا برم؟ تهرون؟ پس کجا؟ الو دایی سلام. من به تلفن نمیزنم، سراغ تو نمیگیرم، در خونت هم نمیام. هر وقتم که از دور ببینمت رامو کج میکنم. خوبه؟ عطا باید این روی تو رو ببینه دختر. نترس، حرفتو بهش بزن. بگو میدونی که موندنی نیست. بگو میدونی 4-5 سال دیگه دریغ یه تلفن. بگو سر پیری نمیخوای بری آسایشگاه. بگو تأمین آتیه میخوای. بگو تضمین میخوای. نمیخوام، من هیچی نمیخوام. اصلا میرم تو قبرستون زندگی میکنم، شبا تو قبر میخوابم، کفن دزدی میپوشم، حلوای نظری میخورم. دست از سر من بردار. همین دیگه. بهت هم قول میدم اگه یه روز چیزی از عطا بخوام اینه که از این باغ به اون زمینایی که اون پشت داری راه بده. برو دایی، برو دیگه، دست از سر من بردار. خداحافظ. هر بلای سر تو بدبخت گنجیش روزی بیاد حقته. ترسو آدمت میکنم. بازم میخوای آتیش بپا کنی؟ شهر رو میخوام آتیش بپا. بنده و بدل با هم. منم پایم. پایه ای تو تر. سند خیانت عطا. خیانت عطا؟ نگاه نکن. چی شده؟
سند خیانت عطا. نفهمیدم چی شد؟ بهت گفتم که کوزه شکسته. حواسم پرت شد. وقتی در باز کردم دیدم کوزه شکسته. اونجا یه سیدی افتاده به بغلش. سیدی رو برداشتم دیدم روش نوشته سند خیانت عطا. کو سیدی؟ بدش من دیگه. نصف شب که اومدی پایین لپاپ تو برمی‌داری میاری پایین داهت بینی. سپیده از اون روز که چشماتو دیده نمیدونی دل من چی کشیده. سپیده نمیذارم بخوابی. ولکن بابا جان. چرا؟ تا برای من قصه نگفتی نمیذارم بخوابی. امشب مامان برو. نه برو بابا اذیت نکن. من فردا 1000 تا کار دارم بابا. چه خواهنداری میکنی؟ بذار بابات بخوابه عزیز. پس باید برای من لالایی بگی. بخواب لا لا لایی لا 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 لایی لا 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 اجاره دادم. یه زنه. نه خیر کار تمومه. خدا منو بکشه الهی برای بچه. lasciatemi cantare con le chitarre. به به آقا رضای سحرخیز مشت. به 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 بخور تیکه بیا این رو. چیه؟ بله چی شده؟ الان خوبه؟ چی شده؟ شما سمیر رو برداریم بریم گرخونه. چشم. بفرمایید. بفرما. برو. این مهمترین امتحان زندگی توه. خون سرد باش، شکیبا باش، با فکر برو جلو. همه چی میتونه به نفع تو تموم شه. خب بگو ببینم چه خبرها؟ بابا گفته که اصل میخوام مامانو ببرم دکتر ولی فکر کنم
دیر بیاد. منم گفتم بابا نمیخواد بیای، من شب پیش رنا میمونم. مامان چی شده؟ نمیدونم ولی پتو رو زدم کنار، فکر کنم مامانم گریه کرده باشه. ولی به بابام گفتش مزخرفه. ببین رنا، این حرفایی که من به تو میزنم به خانوم جان نگی. سلام چطوری؟ خوبی؟ خانم آقا عطا ماشینش اینجا گذاشت، نمیدونم کجا رفت. بابا ما گفتیم باعث زحمت میشه، چیکار میکنی؟ آره عطا بیا اینا رو ببر. نه خواهش میکنم، من اینو میارم شما. ممنون. کی بود؟ کیه؟ درو باز کن صابخونه. سافره دنیه. درو باز کن. چه خبره سر بیاردی؟ به عطا بگو بیاد بیرون. کارگرون همراه برده جنگل. پا برهنه رفته جنگل؟ من چدون به لابد چرم دپوشیه. بارش بیامو همه جا گله. شما کی هستین؟ من عملشی زنا هستمه. اما مستجرمی. من خانم آقا عطا هستم، درو باز کنی. بخشنی خانم، من نتومه. من مردی با هیچ کسی مثل درو وا نکنه. پس به آقا عطا بگو به من زنگ بزنه. خدا حافظ. به سلامت. چی شد مادر؟ نمیدونم، شاید واقعا یه سوء تفاهم باشه. آدم نباید زود قضاوت کنه. عمه درو واکن مریم خانم، زنای امرشی چیکار میکنی؟ درو واکن. به 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 به. عمه سپیده داره میاد. درو وا میکنی یا واکنم براش؟ مریم خانم کیه؟ همین زنی که تو سیدی بود، خواهرزاده آقا ممرزا، الان اومد پرده رو بکشه، من دیدمش. اسباب لاخسم طلا. درو وا میکنی یا در بشکنم؟ وا نمیکنی؟ پس آی در میشکنم آی در مواظب باش. چی شد؟ هیچ.
چوبوندن و شیشه شکوندن که معنی نداره. مثلا آدمای متمدنی هم هستید. بمیرم الهی که چی میکشی از دست اینا. شما نمیشه حالا ساکت چی وسط؟ چرا میترسی؟ بابا ساکت شو ول چرا میذاری خار و ذلیلت کنن؟ هم آبرو تو ببرن هم مال تو بخورن. اصلا من میرم شکایت میکنم. شما میگم ساکت. راضی شو دامادو. شما خفه شو. دست بکش بیا برو بیرون. نه بیا خونه بیا برو بیرون دیگه. بیا سپیده کجا میری عطا؟ بفرمایید تو. بفرمایید مریم خانم. بفرمایید شما. سپیده بابا یه دقیقه وایسا. سپیده یه دقیقه وایسا شما. اینجا وایسا خوابه. وایسا دیگه دارم اتفاقی. الو سلام. کجایی؟ اولا کجا بگو من جواب سلام میدم بعد سوال میپرسم. مگه ما اینجا قرار نداریم؟ داریم. زنگ زدی نیای؟ چرا نیام؟ تو الان باید اینجا باشی. خب هستم. چه؟ تو نمیدونی. چیا نمیدونم؟ یعنی اصلا خبر نداری. چرا؟ خبر که دارم. کدومشو میخوای بشنوی؟ وایسا. چیه؟ وایسا. تو در میری؟ تو رحم میکنی آقا. وایسا تو رحم کردی مثل آدم چه حرفتو بزن دیگه. چیه؟ مریم کجاست؟ مریم؟ خواهرم. چطور مگه اتفاقی افتاده واسش؟ صبر کن ببینم. تو همون سیدیه رو دیدی؟ کدوم سیدی؟ همونی که دست مردم هست. چی دست مردم هست؟ عطا باغ پرتقال. دست همه مردمه؟ بله من پیش سیاوش بودم دیدم. زندگیشون داغون شد رفت. تو نمیدونی اون زنی که تو فیلم کیه؟ بازی واسه من در نیار بچه. اینا همه بازی‌های خودتونه. همش نقشه‌های اون دایه کلاهبردارته. شما مریم با نقشه کشوندین اینجا. پس چرا من تو رو بردم خونمون که اونو ببینی ها؟ پس چرا اون موقع که بال میزنی منم خانم بیا بریم مسافرت، منم خانم دوستاتونم بیاری، من گفتم نه نمیام، کی منو مجبور کرد بری؟ ها؟ تازه‌شم تو داری منو سیم جیم میکنی؟ اون داماد مرده‌خوره هیزتون نشسته زیر پای خواهر من، اون وقت تو داری واسه من قلدری میکنی؟ اگه گردنشو خورد نکردم. یه چی میگی پسر؟ سانگاسالن چی میگی پسر؟ چیه؟ چی شده؟ چی دیوونه شدم رفت دیگه. دیوونه نهی سیغش کردی؟ آره دیگه. تو محضر؟ چه مدت؟ میخندی؟ خنده داره؟ گریه کنم گریه داره؟ 99 ساله؟ چی کار کردی پسر؟ چی کار کردی پسر؟ پاش چی؟ پاش اینو بذار اینجا چرا؟ بذار کار ندارم. بذار اینجا عزیزم. برو تو اتاق بیا فرود پای زنه. میرم. برو. باشه اصلا دیگه نه. برو. نزن.
میرم دیگه میرم ولی واقعا من نمیدونم برم چی بگم. میزنم تو گوشت. میگم خب من برم چی برو بگو معذرت میخوام، منو ببخش، غلط کردم. معذرت میخوام. میگم میرم معذرت میخوام. برو دیگه. برو. سلام. برو بیرون. ببخشید معذرت میخوام، اشتباه کردم. برو از اتاق من بیرون. میرم بیرون، داخل نمیمونم، میرم بیرون. چرا اینجور میکنی دیوانه؟ نمیخوام ببینمش. چه کار بدی میزنم تو دهنت ها. بسته دیگه. من که میدونم شما دنبال چی هستی. دنبال چی هستم؟ دنبال حق و حقوق خواهر تو هستم. بده؟ عجب بابا، کدوم حق و حقوق؟ شما نقشه کشیدی، این خانوم بازی کرده، اون آقا عطا هم گیر افتاده. این حق و حقوقی که شما میگین بابت چیه؟ من بازی نکردم، زندگیمو دارم میکنم. کار به کار کی داشتم؟ کی از عطا خواستم که خونه نره؟ کی خواستم که از اونا بزنه به من بده؟ عطا غریقیه که من نجاتش دادم. جدی میگی؟ فعلا که بیشتر داره غرق میشه، از تو چاله در اومده افتاده تو چاه. اگه اون بگه برو من میرم. به شرط این و شروطها. آقا مگه قرار نشد شما جای این خانم صحبت نکنی؟ اصلا تو چی میخوای بدونی؟ میخوام بدونم این شرط شروطها که میگه چیه؟ یعنی اینکه منم آدمم، منم حق دارم مثل شما فکر کنم. عمر و جوونیمو نذری ندارم که بخوام بذر بخشش این اون بکنم. یعنی واقعا تو فکر میکنی اگر آب از آب تکون نمیخورد عطا آدم این بود که بشینه برای پیری کوری این؟ آره؟ عجب ما آدمای خوبی هستیم بخیر. عطا! ما نه این عطا! اوضاع از اینی که هست بهتر نشه بدتر نمیشه. چی شده؟ بلندش کن بزادم آتیش. بخاری روشنه. آره ببرش تو. سلام. چی شده آقا؟ چی شده؟ هیچی سرد شده یا هیچی. بذاریم تو آب گرم. آره برو آب گرم بخاری هم هست. تو اینجایی؟ سمیر بابا کجایی؟ این مرد دو زن داشت چه روزی گرفت آقا ببین؟ داشت حقشه. بله دو زن داشته. بلا هرچی بلای سر اینه بدتر اینه. بیشتر از اون روز جزه بکشی روی. سازنده دست جزه بکشی. همینجا.
مریم که باغ پرتقالو میخواد، سپیدم که شهرک و زمینای اطرافشو میخواد. اگر این دوتا یک کدومشون باش کنار بیان به هیچ کدوم هیچی نمیرسه. چه بهتر این که با هم هر دو برن شکایت کنن تا به یه نتیجه برسن. عطا برای چی باید کنار بیاد؟ واسه سمیر، چون عطا بچه رو میخواد. سپیده سمیر رو میده؟ نده چه کار کنه؟ نه وقتشو داره بهش برسه که دوتا آدم بر اون کمه، نه قصد اینو که داره که با عطا آشتی کنه، نه با مریم کنار میاد. تازه هر وقتم که بخواد میره بچه‌شو میبینه. عوضش مریم هم با سپیده کنار اومده، هم الان دنبال آشتی کردن با عطاست. عطا دیگه اون عطا نیست، به درد هیچ کدومشون نمیخوره، به فرداش نمیشه اعتماد کرد. باید با عطا نق معامله کرد. مریم با من یه کاریش میکنم. مریم هم دیگه اون مریم نیست. راضی کردن سپیده هم بابت سمیر با من. به نفع همشونه، مخصوصا مریم خانوم به باغش میرسه و دایی محمد رضا هم به یه راه واسه زمیناش. آره، سپیده خانوم هم به برجاش و مهاجرتش با جان. عطا خانم به سومیش. خوبه دیگه. بده؟ نمیدونم. سلام درخت بزرگ. دختر داری؟ پسر داری؟ نوه داری؟ خب پس ماشالله چند سالته؟ 10 سالته؟ 10 سال که خیلی زیاده. بیار فرقونو بیار اینجا. این دفعه ماگنولیا رو به چی ببنداری؟ کوبا. کوبا. نه یا نه سمک سالن. چی شده بابا؟ یه چیز رفته بکشم. چشتو باز کن. کدوم؟ خب فوت کن. من باید فوت کنم دیگه. خوب میشه. عدد پلو همه موافقن؟ بله. هستی؟ بله. رعنا خانم بدو. بریم یه میوزیکی بذاریم. بریم. بیا. سلام.